دکتر پس چرا وایسادی؟ چی کار داری میکنی پسر؟ سلطان باید آخرین مسابقهشو تموم کنه. همین الان کاپ پیستون رو از دست دادی میدونی؟ یه روز یه ماشین قدیمی بهم گفت اون کاپ طلایی فقط یه ضرب خالی. جاره پل دادن ماشین توی دور آخر قانونیه. نه اون که واقعا پلش نمیده باب، داره کمکش میکنه. ای چیه؟ چه خبرم؟ به این میگن جوان مردی.